آلت مصنوعی مردونه رو داخل هندونه های چند تا خاص میذاشتن، با نشونه اینا میآوردن و پول چلونی هم بابتش هم میگرفت شهلا. نه میخرن توش میذارن میارن اینجا، چه به پول جذافی میفروشن و سر اون آلت هم او چقدر دعوا و مرافعه زنا جسکنی میکردن که صداش در اومد، جندش در اومد، گروه ضربت اومد اینا رو گرفت. یه خانم توی در ورودی بود که اونجا میگفت لخت مادرزاد میکرد، میگفت بشین پاشو که اگر موادی داخل مبعد یا واژن گذاشته باشه با همون یه بار نشستن بلند شدن مواد میفته. شهلا چند بار چیزه منیه، یعنی کاندوم حاوی منی ناصر رو جره زده هوا نخوره، برده حتی توی آب گرم نگر داشته، خواسته آزمایشگاه ببره، اما این مسیر طولانی بوده، حالا چقدر زمان برده نگه، به هر حال موفق نشده، چندین بار تلاش کرده بوده. نگه داشته بوده برای چی؟ فکر کنم میخواسته پیوند بده با تخمک خود. لقاح مصنوعی؟